سلام عرض میکنم خدمت همه تریدرهای عزیز و گرامی. خب ببین بچه ها، این معامله که ما باز کردیم از تقریبا 10 دقیقه پیش میشه باز کردیم. بعد از این سیناریو ما چون تریدینگ رنج بزرگه و به همین خاطر ما یک سناریو داریم که الگوی وی خیلی پرتکرار در این سناریو و در این تریدینگ رنج های بزرگ تکرار میشه. به همین خاطر ما در این کندل قرمز فول بادی وارد معامله شدیم و الان 15 دقیقه است که صبر کردیم. یک دفعه تا نزدیک تیپیمون اومد ولی تاسش نکرد، ولی ما قطع نکردیم و ادامه معامله رو منتظریم که ببینیم چی میشه. نماد داو جونز، تایم فریم 5 دقیقه، پراپ 100,000. نکته که به عنوان تارگت مد نظرمون هست و ما اون را نشان کردیم، نکته بسیار واکنشی هست و قیمت به احتمال خیلی زیاد که بره به اون نکته تیپیمون واکنش بدهد. فعلا که تا اینجا پوزیشنمون رو سوده. برای بار دوم هست که تلاش میکنه به نقطه تارگت ما خودش رو برسونه. بازم میگم بچه، این نقطه حد تیپیمون که ما مشخص کردیم نقطه بسیار بسیار واکنشی می باشه و قیمت خیلی احتمال داره که به این نقطه واکنش بشه نشان دهد. حالا ببینیم ادامه ماجرا به چه شکل خواهد شد. تا اینجا یک کمی هم حرکت کنه حتی سود معامله تاچ میشه و پرونده این روز رو ما به امید خدا میبندیم. بازم تکرار میکنم، نماد داو جونز، تایم فریم 5 دقیقه، پراب 100K و یک سناریو بسیار بسیار عالی و تکرار پذیر. ساعت هم به وقت ایران مشاهده کنید، ساعت به وقت ایران 11:19 دقیقه شب هست. عزیزان، اگه سناریو داشته باشی، اگه پلن داشته باشی، به ساعت بسنده نمی کنی. همیشه شما موقعیت های فراوانی رو دارین. لحظه خیلی حساس. الان بعضی وقتا بعضی از تریدرها واقعا خیلی آماتوری با این مسئله در این لحظه ها
برخورد میکنن، چرا که واقعا چون پلن ندارن و همینجوری یلیخی دارن معامله میکنن. اصلا نباید خودتون رو گم بکنید و استرس داشته باشید. نه، یه معامله باز کردید با یک سناریو بسیار تکرار پذیر. اگه تیپی خورد خیلی خوب میشه، عالی میشه. اگه تیپی نخورد فدای سر ما طبق پلن عمل کردیم و این اصل موضوع یک معامله گری هست. در اصل الان اینجا ما استرس نه، اصلا ابدا استرس نداریم، به هیچ وقت استرس نداریم، چون این یک سناریو و پلن استراتژی بسیار بسیار قوی هست و تست شده و مورد علاقه بنده می باشد. تا الان 25 دقیقه شده که ما سر این معامله هستیم و هنوز منتظریم. بعضی وقتا الان بعضی میگن نه باید اینجا ما معامله رو ببندیم، سری معامله رو میبندن و